آدم نمیشی؟ فرار اینقدر به من نگی سلم ایتیکی با مزه گوشتق کون نمک ببین کس نمک هم نه کون نمک آدم نمیشی نه؟ آقا یه واسه چرا چت من نمیاره اون چتی که میخوام نمیاره من جدمو میخوام بابا what the fuck من لایوم چرا چتمو نمیتونم بیارم چرا نمیتونم هیچ کاری نمیتونم بکنم این چه مسخره بازیه یه لحظه وایس ببینم من چتمو نمیتونم بیارم آقا این وضع مستحجنه آها اومد بالا بالاخره ریدی کی ریده؟ تو ریدی؟ بنیامین من نریدم آخه چتم بالا نمیاد من چه؟ آها درست شد حالا تو دیدی؟ من دیدم تو که ریده تو دیدی؟ آقا اینقدر گفتی تو الرینگ چیت زدی فلان زدی بیسار زدی اینقدر تمامش کردی رفتم بازی رو واسهتون خریدم 4 فاکین میلیون خرج کردم پولشو ندید پولتون میکنم پوفیزو به خاطر شما خریدم که ما 24 ساعت در خدمت شما هستیم 24 ساعت نوخواب نه من میخوابم من شده متکام موردم اینجا این وسط میگیرم میخوابم نگید نگفتی شده این وسط هم میخوابم سلام برای احسانی که زیر چشات سیاه شده در از روند بالا پایین شدن بابا بیا برو جواد باد قهرم اول با احسان سلام کردی نه به من بحث نکن آقا بحث نکن مرسی واسه یه پوند دونیته با من بحث نکن با من به من سلام نکردی بذار پیدا کنم آقای متی از روی آره اول من نوشتم که پسر خوشگلی ببین من بدتر از عروس خانومم ببین یه جوری کار میکنم نمیتونی جمعش کنی من کارم اینه که شما رو تو قرار در بیارم و من الان با این واژه آدم قرقره رفتم ببین اما عروس خانم قرقره ببین من اول با تو صحبت نکن اینجا نیست داره صحبت نکن وقتی با من صحبت نکنی حتی من اصلا با مینی چت حال نمیکنم این کانتنت رو کسشر میدونم اومدم یه حرف بزنم 5 بار ریدم همش هم تقصیر جواد حاجی یه جوری تو اتاق گرمه اونگاه تقصیر منه کولر گازی من خرابه شیرت تو هرچی داداشه خواستم بهتون اشاره کنم حتی داداشای شما که خوبن داداشای بنده یکی از یکی گلتر کلا ایگنور زندگی ما رو ایگنور میکنن همه ایگنور میکنن ای خدا حتی جواد من ایگنور میکنه خفه شو بابا میره احسان بابا خب آقا چت برو این هیستوری منو بعد بیار اینجا ببین نوشتم چه پسر خوشگلی با تو بودم آخه الان من به تو میگم پسر خوشگل من کجام خوشگله اینجا سیویل داره من میگم پسر خوشگل تعریف دارم ازت میکنم چرا ببین چه مرد سیویل ویدیو اتاق میخوایم داداش مگه دست منه من تا وقتی که وسایل اتاقم کامل نشه من ویدیو اتاق نمیذارم اتاقم هنوز کار داره خواستم بهتون بگم چون هنوز مبل و این داستانو نگرفتم من نمیذارم اون ویدیویی که علی قراره بذاره دست ادیتوره تقصیر من نیست که الان نیومده این پسر چقدر خوشی به جواد که رو میگی برکلا آها چتش کپی کرده بله آره من شاهدم به میلاد گفت چه پسر خوشگلی بابا خودش خوشگله من میخوشگل من عصبانی نشدم من عصبانی هم از اون آدمایی که آقا دیشب علی برگشت صحبت کرد در مورد پدر پولدار و فلان این حرفا یکی من برگشت گفتم آره من شاهدم فلان علی واقعا هر چی داره خودش زحمت کشیده یه فوش نده آقا فوش یه آدم بیشوری خیلی با تربیت داشت گفتم خیلی یه آدم بیشوری برگشته برای تو چت میگه خیمالی نکن کس عزیز دلم من دلم تو خوش علی میگزنک رفیقمه دونه به دونه از رفیق بچگیام هم هست خواستم اشاره کنم این قضیه رفیق بچگیامه دونه دونه کارهایی که تو زندگیش کرده رو بودم و شاهد شدم طرفداری هم نکردم چیزی که دیدم و گفتم بعدشم خایمالی رفیقمو کردم تا باشه خایمالی رفیق
تو کیرخورشی، تو گوخ این خیال میلاد والا ما راه میریم میگه خایمه همین که هست از فردا اینم نیست ها؟ نه از فردا همینم هست همین که هست یا خدا کی گو خورده همون که دیشب 24 ساعت استیم چیزش کردی تایموتش کرد استیم چت علی آقای جواد باکره کجا رفتی؟ یه تو دیسکورد ببینم آقا اسلام شما هم دوست داشتی جایی دیسکورد ما بده تو چنل بشینیم ما بهتون بدیم ما هم صحبت کنیم گفتمانی بکنیم این پشت چیه؟ کدوم پشت چیه؟ کدوم پشت چیه دقیقا دنبالی چه چیزی میگردی میلاد تو یکی رو پیدا کن دوربین رو چپ و راست کنه 100 فاکین میلیون پولمون دستگاهه بعد بهش بگی یکی رو پیدا کن بره تکون بده آقا بذار تعریف کنم من دیشب داشتم الرینگم رو چیز میکردم یکم بردم لیول اپ کنم آقا تو الرینگ اصلی استیم هیچ گونه چیتی نمیتونی بزنی چونه پاره میشه لیول اپ کنی این هیچ کار به این ندارم ما نشسته داشتیم لیول اپ میکردیم علی هم تو دیسکو با من نشسته بود ساعت 7 بود یا 8 بود علی رفت خوابید و من گفت 12 منو بیدار کن گفتم اوکی علی رو 12 بیدار میکنم میرم میخوام میام یه 4-5 ساعت میخوابم بعدش میام استریم 24 ساعته رو میکنیم دیگه دور همین گفتیم اوکی نشستیم الرینگ بازی کردن تا یه هفته ساعت 12 شو زنگ زدم به علی بیدار شد ساعت 12 میلاد دمت گرم ناموسم بیدارم کردی ولی ساعت 1 بیدارم کن گفتم اوکی باش مشکل نه علی علیه دیگه به علی میرسه ما ساعت 1 دوباره زنگ زدیم به علی گوشی رو برداشته خواب میلاد واقعا دوست دارم میلاد ساعت 3 منو بیدار کن آقا منم به خاطر علی با زور بیدار موندم ساعت 3 بیدارش کردم هیچی دیگه حالا میاد واسهتون تعریف میکنه چه اتفاقی واسه دستش افتاده اون هیچی خلاصه که داشتم میگفتم من تا ساعت 3 بیدار موندم که علی به کارش برسه و بیدار بمونه و از اون بر خوابیدم قرار بود 3-4 ساعت بخوابم ولی تشک من یه جوریه وقتی کسی روش میخوابه میمیره اینجوری که بیهوش میشه کلا هیچ چیو دیگه احساس نمیکنی هیچ چیو احساس نمیکنی همه چیو از دست میدی کلا زندگی به گاه میره آره دیگه ما خوابیدیم مردیم دیگه شاهدشو میخوای علی اون شبی که روی استری میگم روی اومد اتاق منو درست بکنه شک گرفت خوابید علی ساعت 12 خوابید 8 شب بیدار شد از خونه ما رفت 8 شب بعد گفت میلاد دهنتو گاییدم با این تشکت که وقتی میخوابی میمیری همه کارام رو هوا موند خلاصه که اینجوری شد که ما این استریممون به دیر وقت رسید بعد از اون برم که اومدم بیدار شدم من غذا رو داغ کردم غذا رو خوردم گفتم آقا بس در حین غذا خوردن دست دوتا بزنیم دوتا رو که زدم دوتام تموم شد 50 دقیقه طول کشه خار هرچی یار نوب سگ مادر جنده رو گاییدم که بازی رو باختم بعد خلاصه که ما الان اینجا در خدمت شما هستیم با استریم 24 ساعته کیرم تو سگ چرا؟ نمیدونم علی کوالا هم میشه بهش گفت آره داشت میلاد چطوری بخوام بمیرم داداش بعد توشکی نرم داشتیم سوالم خیلی جدیه خب نمیدونم شاید حالا چیز باشه ولی بپرسم اینی بپرسی لب نمیدی؟ میای ایران دیگه استوری گذاشتم رو چون جواد دارم تلم میزنم نگه چرا یه سوال دارم درآمد بقیه یوتیوبرها رو کار ندارم ولی خودت فقط از یوتیوب درآمد داری به نظرت من تو چند هستیم الان ویدیو میذارم درآمد داشته باشم ازش من کلی درآمدم این چنله همین چنل اونم که ادیتور عزیزم تامنیل زن زیبای قشنگم سجاد جونز که هم تامنیل زن و ادیتور علیه که تامنیل زن منم هست کونگوشاده 8 شب میشه آقا ول میکنه سیستم رو ول میکنه میچسبه به دیتش بعد جلو هم کونکش پول میگیره ولی نمیزنه الان من نزدیک 3-4 تا واد
ناپابلیک دارم، ادیتورم میذاره ولی آقا تاملین نمیذاره که من پابلیکش کنم. زندگی نکبتبار من ببین، بعد از این بعد 40 میلیون به علی بده، بعد پول بدم، 70 میلیون بعد پول به مادرم بدم سر کارت گرافیک کردن روی سیستممه. چه وضع زندگی آخه.